سلام، من ریاض‌الحق کاوش هستم، تحلیلگر، معامله‌گر و همچنان مؤسس خانواده کاستی 041. شما را به دوره از هیچ تا معامله‌گر حرفه‌ای شدن خوش آمدید میگم. قرار است در این ویدیو یاد بگیریم که بازار فارکس چیست، چی کار میکنیم در این بازار و چطور در این بازار سود میکنیم. فورکس یا فارکس از فورین اکسچنج گرفته شده است که به معنای تبادله ارز خارجی است. اگر یک نگاه زودگذر به تاریخچه بازار فارکس بندازیم، متوجه میشیم بازار فارکس و پول همزمان به وجود آمدن. اگر یک تجار از کشور خودش میخواست به کشور دیگه سفر کند، باید پول همون کشور را تهیه میکرد. همین نرخ تبادله پول باعث شد که بازار فارکس به وجود بیاید. قبل از دهه 1990 بازار فارکس در اختیار بانک‌ها، دلالا، صرافا و نهادهای مالی بود. در دهه 1990 بازار آنلاین میشه و در دسترس عموم قرار میگیره. بازار فارکس 5 روز در هفته است، 2 روز تعطیل است، یعنی روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل است. از دوشنبه شروع می شود و تا روز جمعه این بازار فعال است. اگر یک مقایسه کوچک با بازار کریپتویی را بکنیم، در بازار کریپتو روزانه، آمار دقیق نیست، روزانه 400 میلیارد دلار تبادله می شود، اما در بازار فارکس بیشتر از 6.5 تریلیون دلار تبادله می شود. در بازار فارکس ما پول یک کشور در مقابل پول کشور دیگه تبادله می کنیم و از تفاوت قیمت سود می کنیم. دقیقاً کاری که صرافای سرای شاهزاده انجام میدن. اگر بخوایم یک مثال واقعی برای شما بدم، فرض کنین من 10,000 دلار دارم و بانک مرکزی دقیقاً امروز اعلان میکنه که من قرار است هفته آینده 100 میلیون دلار لیلام کنم. خب همه ما میفهمیم وقتی یک جنس در بازار بیشتر شود، از ارزش او جنس کاسته می شود. ما فرض ما به این است که نرخ تبادله دلار در مقابل افغانی 1 دلار معادل 66 افغانی است. امروز من میرم تمام دلارهای خودم میفروشم، افغانی میگیرم. وقتی هفته آینده میرسد و بانک مرکزی 100 میلیون دلار اعلام میکنه، ما دوباره دلار ارزانتر میخرم. مثلا امروز اگر که ما 66 فروختیم، هفته آینده در 60 دلار میخرم. امی تفاوتی که قیمت میکنه اینمی سود ما است که دقیقاً ما می کار داخل کامپیوترهای ما انجام میدیم. فعلی را که ما انجام دادیم به معنای معامله است به فارسی ما شما، ولی به واژه انگلیسیش ترید میشه. و هر روز اگر امی کار ما انجام بدم، هر روز پول یک کشور بگیرم در مقابل پول کشور دیگه تبادله کنم، این فعل که تکرار شود در زندگی من تریدر میشم، یعنی معامله گر میشم. بچه‌ها دیدم این است که ویدیو تایمش کوچک باشد که زیاد وقت شما را نگیرد، ولی با مفهوم باشد، پر مفهوم باشد که شما بتونین چیزی بگیرین. فکر میکنم برای امروز کفایت میکند. کانال را سابسکرایب بکنین، ویدیو را لایک کنین و همچنان یک کامنت هم بگذارین. هدف از ایجاد این دوره براتون بچه‌ها تکرار میکنم که است که ما یک جمع بزرگی از معامله‌گرا را داشته باشیم که پول از مارکت جهانی بگیرن و بیارن در اقتصاد کشور خود ما شما تزریق کنن. این قسم جوانای ما هم شاغل میشوند، هم در اقتصاد کشور ما پول وارد میشود و یگانه راهی که میتونیم ما شما فقر و بدبختی را از کشور خود ما دور کنیم، من فکر میکنم پیوستن به بازارهای مالی است و درست آموزش دیدن است.